سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز جمعه 27 اوگوست. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. صرف نظر از حمله های تروریستی مرگبار، انتقال خارجیان و افغان ها از فرودگاه کابل ادامه دارد. طالبان در افغانستان در بانک ها را باز کردند اما پول نیست. هم بیکار هستیم، هم اقتصاد ما ضعیف است، هم یک 4 روپیه که در اینجا داریم میام بند است. پس از 1.5 سال محدودیت های پاندمی، پروازهای منتظم به روسیه افزایش یافت، اما از مسافران QR کد تشخیص کووید 19 طلب می شود. پس از ترکش های پرقربانی در کنار فرودگاه کابل که باعث به کشته شدن ده ها نفر گردید، روز 27 اوگوست پروازی هواپیماها را برای بیرون بردن خارجیان و افغان های زیر خطر را از سر گرفتند. در نتیجه دو ترکش مرگ طلبانه در نزد فرودگاه که مردم زیاد به نیت رفتن از افغانستان جمع شده بودند، 85 کس از جمله 13 نظامی آمریکایی کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش که خود را دشمن طالبان و غرب مینامد، مسئولیت حمله ها را بر عهده گرفته است. این گروه ادعا کرده است که ترجمان ها و همکاران ارتش آمریکا را هدف قرار خواهد داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد که به این حمله پاسخ می‌دهند. این در حالی است که چند کشور غربی گفتند جریانی به بیرون بردن مردم را از افغانستان به انجام رسانیدند. در میان آنها کانادا، هلند، بلژیم و آلمان میباشند. وزارت مدافعه بریتانیا روز 27 اوگوست اعلان کرد که نیروهای این کشور وارد مرحله نهایی به بیرون بردن مردم از فرودگاه کابل شدند. از روز 25 اوگوست در شهر کابل بعضی از مؤسسه‌های مالی افغانستان به کار شروع کردند. ساکنان برای گرفتن پول نقد در نزد بانک‌های پایتخت صف آراستند. طالبان با غصب قدرت در کابل حکومت را گرفتند، اما تشکیل زندگی معمولی مردم ظاهراً برایشان مشکل تر از این است که به کندی پیش می رود. کیومرسی عطا گزارش می دهد. اکثر بانک ها و مؤسسه های مالی افغانستان روز 15 اوگوست پس از فرار پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و اشغال کابل از طرف طالبان کار را قطع کردند. سخت مشکل سر دچار هستیم، هم بیکار هستیم، هم اقتصاد ما ضعیف است، هم یک 4 روپیه که در اینجا داریم میام بند است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد وعده داده بود که همه مؤسسه های مالی کابل روز 26 اوگوست فعالیتشان را به طور معمولی ادامه می‌دهند. یک عده بانک ها فعال شده امکان فراهم آوردند که مشتریان مقدار معینی پول بگیرند. یعنی یک مشتری در یک روز حق داشت از حسابش فقط 17,000 افغانی بگیرد که معادل $200 آمریکایی است. فعال بودن بانک ها را برای نجات افغانستان از بحران اقتصادی مهم می شمارند، ولی آنها با آینده نامعین روبرو هستند. صاحبان بانک ها به سبب نبودن پول کافی به ادامه عملیات در آینده نزدیک شبهه دارند. این در حالی است که پول نقد شهروندان یا سرمایه های زیر بالشت آنها نیز کم کم به آخر می رسد و باعث به نگرانی جدی اهل جامعه شده است. تاجران در پایتخت افغانستان روز 25 اوگوست گشادن در همه بانک ها را طلب کردند، زیرا در کابل برای پول نقد نوبتی دراز به وجود آمده است. اکثر مردم بیش از 10 روز است که به پسندازهای خود در بانک ها دسترسی ندارند. بانک ها بستند، پول های مردم در آنجا خوابیدند. تاجران یگان محصولات نو نمیارند. ما از امارت اسلامی طلب میکنیم که بانک ها را زود باز کنند. آنها باید هر چیز زود در بانک ها را گشایند. همه کار توسط بانک ها انجام داده می شود. بخش مالی افغانستان در پی بیرون رفتن نیروهای بین المللی که باعث به فروریزی حکومت زیر حمایت غرب در آن کشور شد قطع گردید. پیش از رسیدن طالبان به کابل نیز وضع در این کشور چندان خوب نبود. پیشرفت‌های با صورت جنگجویان در منطقه های افغانستان سبب پایین روی ارزش پول ملی در برابر دلار و باعث تورم گردید. نرخ محصولات اساسی خوراکواری از قبیل آرد و روغن و برنج نیز از 10 تا 20% افزود. ممکن است که در دهه‌های افغانستان نیاز به بانک‌ها کمتر باشد.
ولی در شهرها که معاش کارمندان دولتی را به صورت حساب‌های بانکیشان می‌گذرانند، بسته بودن مؤسسه‌های مالی مشکلات جدی پیش می‌آورد. شهروندان یک روز بعد از اعلان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مورد به کار سر کردن بانک‌ها در نوبت ایستادند. اما رهبریت بانک‌ها به ادامه کار خوشبین نیستند. آنها میگویند به زودی اسعار ذخیره‌شان تمام می شود و هیچ ضمانت وجود ندارد که شریکان خارجی بخواهند در این شرایط حاضره به آنها یاری کنند. امکانیت‌های مالی طالبان و توانایی آنها برای دوباره زنده کردن اقتصاد در افغانستان نیز به نظرشان دشوار می‌نماید. علاوه بر این تقریباً 20% هیئت بلند اختصاص بانک‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. فعالیت آنها در زمان فرمانروایی یک جنبش اسلامگرا زیر سؤال است. 12 سال قبل در دوره حکمرانی پیشینه طالبان از زنان طلب می‌شد که در خانه بنشینند و تنها با همراهی یکی از مردان عائله به بیرون برآیند. این دفعه گفتند که به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل می‌دهند، ولی بسیاری از افغان‌ها به صمیمیت و اجرای این وعده‌ها شبهه دارند. از امروز 27 اوگوست پروازهای منتظم هر روزه میان شهرهای دوشنبه و مسکو شروع شدند. همکنون از تاجیکستان شرکت سامون ایر و از روسیه شرکت‌های اورالسکی اویالینی و یوتیر در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه هر روز پرواز انجام می‌دهند. در دفتر مطبوعات فرودگاهی بین‌المللی شهر دوشنبه روز 27 اوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پروازهای منتظم به مسکو هر روز انجام می شود، اما بنابر ادامه داشتن تعمیر در خط نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه پروازها تنها شبانه صورت می گیرند. فرودگاه حالا هواپیماها را از ساعت 19 بیگاه تا 8 صبح قبول و گسیل می کند. روز 18 اوگوست امسال تاتیانا گولیکووا معاون نخست وزیر روسیه پروازهای منتظم هر روزه را میان دوشنبه و مسکو اجازت داد. همچنین یک پروازی از فرودگاه‌های خوجند و کولاب تاجیکستان در یک هفته به دیگر شهرهای روسیه اجازت داده شده است. سر از 1 سپتامبر مقامات روسیه بدون رمز QR کدی معلوماتنامه کووید 19 نمیگذارند مسافران وارد این کشور شوند. طبق این طلبات روسیه مسافران باید تنها در تشخیصگاه‌های آزموده شده تست سپرند و با خود رمزی QR کد داشته باشند. مقامات میگویند از این راه تلاش دارند از معلوماتنامه‌های تقلبی عاری بودن از کووید 19 جلوگیری کنند. همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی به تشخیصگاه‌های پایتخت رفتند تا ببینند که آنها تا چه حد به این نوگانی آماده‌اند. بعد از طلب مقامات روسیه، آزمایشگاه‌های تاجیکستان ترتیب دادن سند درباره نبودن بیماری کووید 19 را دیگر می‌کنند، چون بر اساس قاعده نو مقامات روسیه از 1 سپتامبر سال روان سفر به این کشور برای خارجیان تنها با استفاده از برنامه پوتشستو bez کووید 19 اجازت است. تا این وقت خارجیان می توانستند با گواهنامه تشخیص طبی نداشتن کووید 19 وارد روسیه شوند. اکنون آنهایی که می‌خواهند به روسیه روند باید چیکار کنند؟ شما می توانید برنامه پوتشستوی без ковид را در تلفنتان نصب کنید. با شناسنامه خارجی به آزمایشگاه بیایید، انکتا را پر کنید، تست سپارید. نتیجه تشخیص بعد 1 روز آماده می شود. بعد اینکه مطمئن شوید که برنامه نتیجه تشخیص شما را درست نشان می دهد، راه شما به سفر باز می شود. نرخ تشخیص در آزمایشگاه گمتس 135 سومانی است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که چنین تشخیص را در آزمایشگاه قریه بالا هم سپاریدن ممکن است. با گفته پزشکان باید تشخیص 72 ساعت پیش از پرواز به روسیه انجام داده شود. برخی از آنهایی که به روسیه رفتند از ترتیب نوی ورود آگاهند. تلفن با خوب است که وقت کاغذش گم کنه. تلفن خیلی всегда в кармане через там в России همه через телефон استفاده می‌برند، без телефона никак.
ولی مسافران هم هستند که از قاعده نو خبر ندارند. برنامه پوتشستوی بیز کووید 19 در پلی مارکت محفوظ است. مقامات روسیه باور دارند که از طریق این برنامه می توانند از تشخیص‌های دروغین پیشگیری کنند. روزانه از تاجیکستان صدها نفر به روسیه می روند. روسیه اجرای قاعده نو را به عقب انداخت تا مسافران با استفاده آن آشنایی بیشتر پیدا کنند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. یک پژوهش سازمان جهانی تندرستی ثابت کرده است که از نصف زیادی مردان در تاجیکستان به بیماری فشار بلندی گرفتارند. استرس و عصبانیت، ترکیب نادرست غذا و کم حرکتی از سبب‌های افزایش این بیماری میان مردان گفته می شود. همکارم علیشیر ظریفی با بیماران و طبیبان در این باره صحبت داشت و این گزارش را تهیه کرد. این مرد سالهاست از بیماری فشار بلند خون اذیت میکشد. میگوید با وجود پیهم طبابت کردن، بیماری برایش سختی‌های زیادی را پیش آورده، گاه امیدی زنده ماندن را از دست داده است. وقتی که فشار آدم بلند میشود، من هم ممکن دیگر آدم هم اون وقت حالت خودتون رو گم میکنید. اون وقت من سال گذشته من همه خیلی شدم، فشار من 180 می 100 شد. اون وقت من یکون چیز حس کرده نمیتونید. حسیات خودش گم میشه. فکر میکنید که من از این دنیا اکن میروم، رفته شدم. بوری 25 روز باز در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری‌های دل قریه بالا بستری است. با قول پزشکان ماه حدودی تا 2000 نفر با شکایت از فشار بلندی به این مرکز مراجعت میکنند که چنین عرض و شکایت‌ها در مقایسه با سالهای پیش زیاد شده است. سازمان جهانی تندرستی نیز در پی یک پژوهش خود معلوم کرده است که 51% مردهای تاجیکستان با بیماری‌های فشار بلند خون گرفتار بوده، در 10 سال اخیر شماره آنها 8% بیشتر شده است. به نظر طبیبان سبب و عامل‌های فشار بلندی گوناگون است. سبب‌های پیدایش بیماری فشار بلندی دو نام می‌شود: سبب‌های اصلاح شونده و اصلاح نشونده. یعنی که اصلا سبب‌ها زیاد می‌شود و عامل‌ها هستند. کدام عامل؟ سبب‌های بیماری فشار بلندی یکم که کم حرکتی، فربگی، حالتی عصبی و روحی، ورزش‌های رژیم خوب، ورزش‌های رژه غذا، حالتی عصبی روحی، ارثیت. با قول طبیبان نه همه گرفتاران فشار بلندی به طور کامل طبابت می‌یابند. اصلا بیماری فشار بلندی دو نام نشد: بیماری فشار بلندی یکم درجه و دوم درجه است. بیماری فشار بلندی یکم درجه یعنی که اصلا توبت فقط ما توبت کردن نمیتونه که پورا توبت کنیم، دم یک هفته توبت یا 2 هفته توبت کنیم بیمار برطرف شد. بیمار حالتش خوب میشه، بهتر میشه، منتظم باید دارو استعمال کنه. بیماری فشار بلندی است دوم درجه. بیماری فشار بلندی دوم درجه در زمینه دیگر بیماری‌ها پیدا میشد که بیشتر در جوانان مشاهده کرده میشد. مثلا هنگام آموس غدود بالای گرده یا که هنگام سنگ‌های گرده، هنگام تنگشوی چرندهای گرده مشاهده کرده شود، ولی فشار بلندی دوم درجه توبت کرده میشد. با توجه به افزایش گرفتاران چنین بیماری، طبیبان هشدار می‌دهند که اگر ساکنان بی‌پروایی نمایند و از توصیه‌های طبیبان سرپیچی کنند، با بحران فشار بلندی گرفتار خواهند شد و این عاقبت‌های مرگاور دارد. در پی سلسله ترکش‌ها و سوختار در یک پایگاه نظامی جنوب قزاقستان 5 نفر کشته و 90 نفر مجروح شدند. وزیر دفاع این کشور گفت که آماده است از مقامش استعفا دهد. نوراللهان ارمکبایف، وزیر دفاع قزاقستان، که درباره حادثه 26 اوگوست در یک نشست خبری روز جمعه خبر داد، گفت هنوز سبب سر زدن سوختار در انبار نظامی واقع در شهر اریسی ولایت جنبول معلوم نیست و از جمله یک عمل تحریزی شده بودن این حادثه تحقیق می شود. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب هستند. روزهای استراحت خوشی داشته باشید. خداحافظ.